راونک یا روانک یکی از قریه‌های مهم ولسوالی شکی در دروازه بدخشان است. این قریه از لحاظ جغرافیایی و جمعیت یکی از قریه‌های متوسط این ولسوالی می باشد. جمعیت این قریه حدود 85 خانوار است. مردم این قریه مهربان، مهمان نواز و اهل علم و فرهنگ هستند. اقتصاد مردم این قریه اکثراً به کشاورزی و دامداری استوار است و اندک جمعیت این قریه در تجارت و بخش خدمات فعالیت می کنند. دره شورینزم در رشد اقتصاد و کسب و کار این قریه نقش اساسی و مهم دارد، چنانچه اکثرا مردم این دره مواد مورد ضرورت خود را از این قریه تامین می نمایند. مردم راونک در طول سالهای گذشته با همسایگان خود روابط حسنه و پسندیده داشتند و روابط خویشاوندی بسیاری بین این قریه ها شکل گرفته است. فرهنگ این قریه مثل سایر قریجات درواززمین غنی، بومی و استوار بر عقاید اسلامی است. مراسم عروسی در نهایت صمیمانه برگزار می شود و با انواع غذاهای محلی از مهمانان پذیرایی می شود. همچنان در روزهای عید رفت و آمدهای خانگی، عیدگشتک و لباسهای نو از اصول اساسی مراسم عیدها هستند. طبیعت و آب و هوای این قریه همانند سایر قریه های درواز، گوارا و دلپسند است. انواع میوه‌جات و نباتات در این قریه یافت می شود. بادخشک و قطقطی از ییلاق‌های معروف تابستانی این قریه هستند.